خنده خورشید تابان از برایم دولت است، صبح پاک تاجیکستان از برایم دولت است. کشور من تازه رنگ است، از بهار دوستی زیستن همراه یاران با شمایان دولت است. و درود و سلام و پیغام به همه شما عزیزان دل، هر نفری که از اون سوی دوربین ما رو تماشا کرده ایستادید. برنامه فضا است، مهمان خاندان شما و بیننده های نهایت عزتمند ما. در این نشر برنامه ما دعوت نمودیم انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قره‌طاق رو که رهبری این انسامبل رو سیف‌الدین اوراقوف بر عهده دارند و همچنین همین خانمان زیبایی که همگی با کرته یک رنگ در پهلوی ما نشستند، آوازخوانان این انسامبل می باشند. من شما رو خیر مقدم میگویم. به تلویزیون سفینه خوش آمدید، صفا آوردید، زنده باشند. خب مرحمت، چون شما رهبر انسامبل هستید، نخست بیاید سلام و پیامتان رو به کل هموطنان از منبر برنامه فضا برسونید. اولا من سلام گرم و جوشان را از نام مردمی سربلند شهر ترسونزاده، از نام مردمی فرهنگدوست شهر ترسونزاده به کل تماشابینان و مردمی کارمندان شبکه تلویزیونی سفینه میرسانم که بهر بالیدگی خاطری مردم این کشور همیشه برنامه‌های جالب و دقت جلب کننده پیشکش می‌نمایند و ما انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قره‌طاق امروز تصمیم گرفتیم در برنامه فضا اشتراک نماییم و بار دیگر مردم را از عنعنه‌های مردمی اثرات‌های خلقی مثال آگاه نماییم. سلامت باشند. تشکر. من فراموش کردم گروهی نوازنده ها رو خوش آمدید میگویم.
سلامت باشین، دستای شما درد نبیند، زنده باشند. خب سپاس بی اندازه و ترانه نخستینی که در برنامه سرای دید عروس قرطاقی عنوان داشت. خب اکنون صحبت میکنیم اطراف همین ترانه ها که چگونه آماده می شود ترانه ها. خب با بانوان کار کردن چگونه است؟ مشکلی دارد ندارد؟ البته این سرود با قلم شاعری شیرین زبانی ما عبدالقاری قاسم روی ورق آمد. ما نیز این عنعنه رو به اون رو فهموندیم، صحبت کردیم، گفتیم و اون کس در اطراف همین عنعنه گفتگی ما فکر کردن این سرود رو پیشکشی ما کردن و به عنوان این انسامبل ما گرفتیم، به آهنگ در آوردیم، البته ثبت کردیم با همراهی همین بانوان زیبا در تویه هایی که مثال امروز در توی عروسی خرسندی ها رفته مثال برآمد میکنن. البته این سرودهای خلقی پیش از این ما با همون مردمی همون دیاری خودمون با مردمی هم سربلند هم قرطاق بسیارتر صحبت ها کرده بودیم در اطراف همین عنعنه های ملی، در برای عنعنه های مردمی چه پیشتر همین از عروس رو چه فسان میکردن و سر و پا میکردن می آوردن من مثلا در چخیل شه مبارک میگفتن. این چیزا ما از اونها مثال اطلاع گرفتیم جمع کردیم، بعد همین اطراف همین عروس با نمی سرود ما بسیار صحبت ها کردن، نمی سرود رو با ما پیشکش کردن. امروز ما پیشکشی در چندین چاره‌بینی های فرهنگی پیشکش تماشابینان کردیم، البته بسیار خوش پذیرایی نمودن. بله خیلی خوبم آماده شده است و این کار خوب است وقتی که شما با مردم کار میکنید و از مردم در دایره مثلا عنعنه های قدیمه، در دایره مثلا تولید ترانه هایی که پیشتر بودن خب اطلاع میگیرید. من گمان میکنم که برای رنگ و برنگ شدن ایجاد شما خب ترانه های شما، آهنگ های شما این یک البته دستک خوبی میشود. آهنگ این ترانه رو که برای شما اهدا کرد؟ آهنگ ترانه رو من خودم وقتی که شعر رو پیشنهاد کردن من به عبدالقاری قاسم من آهنگش رو بستم و همراهی انسامبل در چند دیگر از مصرهای همین شعر الکی من بگمون درک کردم که آهنگ الکی پیدا شد. بله برای که خود دیگه هوایدا هست که در اینجا باید چه برود، چگونه زر باشد، چگونه موسیقی باشد. خب سپاس. و بعد برای مردمی که همین حال ما رو تماشا دارن، شاید بعضی ها شاید بسیاری ها ندونند که مثلا همین انسامبل اتنوگرافی فولکلوری مثلا قرطاق کدام سال مثلا تشکیل شده است؟ خب بعد چند سال از فعالیت کرده ایستاده است؟ در همین یک کم انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قرطاق از سال 1989 در نزد وزارت فرهنگ این تأسیس یافته فعالیت میکرد. سال 1989 سال این انسامبل به اروپا سفر کرده، در چندین دولت ها به مدت 35 روز برنامه کنسرتی خود را پیشنهاد کرده، با سری بلند برگشته بود. از سال 2004 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی با دستگیری شعبه فرهنگ این انسامبل از نو در نزد شعبه فرهنگ احیا گشت و در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان نامنویس گردید و تا به امروز این انسامبل فعالیت کرده است. انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قرطاق از 12 واحد کاری عبارت میباشد که در آن خیلی راهبر انسامبل، راهبر موسیقی، به صحنه گذارنده، کارگردان، آوازخوان، موسیقیچی، رقاصه همین فعالیت میکنه. خوب است. و با همین بانوان زیبا همکاری کردن باید یک کمک بگید که چگونه هست؟ در اول البته دشوار بود، برای که ما از همین همه بانوان رو جمع نکرده بودیم. در اول تشکیل کردن هم از جهت مثال اسباب‌های موسیقی، هم از جهت سر و لباس، هم از جهت مثال همین بانوان زیبا ما کمبودی ها داشتیم. اوسیستاد یک دو بار برآمد کردیم، همین دیدیم خودمون گشتیم در قشلاق، همین بانوان رو جلب کردیم، مثال با اهل و عائله‌شان صحبت نمودیم. همین انسامبل راستیگه بعد که سرجم شدیم اوسیستا در چاره‌بین‌های فرهنگی، در چاره‌بین‌های جمهوری، در فستیوال آزمون‌ها اشتراک نمود، چندین بار مثال سزاوار افتخارنامه‌ها، دیپلم‌ها گردیدیم. البته این زحمت‌های همین بانوان و همین موسیقیچیان از نظر مقامات اجرایی یا که از نظر شعبه فرهنگ یا که از نظر وزارت فرهنگ در کنار نیست.
قریب همه کارمندان انسامبل فولکلور با نشان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. بسیار کار خوب است و همون زمانی که مثلا مهنت های انسان قدر می شود، خب زحمت هایش به نظر گرفته می شود، خب روح بولیده میگردد، دیگر میخوای که واقعا کار کنی و بله. در کسب و در انتخاب و در پیشه خودت یک زحمت های صافتیلانه بکشی. آفرین به شما، تشکر. و در مورد ترانه دوم بگویید که این ترانه دوم چی نام دارد و این ترانه رو چگونه سراییدید و بعد از اطلاع ترانه رو بسرایید. مرحمت. این ترانه رو دیگه ما همراه استاد اشورعلی قرایف و نورقلب شادی مراد اکای شادی این سرود رو وقتی که ما با همون قراتاق با هم مردمی کهنسالا صحبت کردیم، وقتی میگفتن که ملا عبدالجباری تنبوری و قاری سید می اومدن، دایرهشون در پشت جیلک نمیخواد بستگی بود، میگفتن در توی کنده علا میکردن، بعد بسیارتر انمی سرودی اسپکچه سوار میخواندن، مردم در گرد همون گلخند رقص میکردن. وقتی که همی ها جهه گفته قرصک میکردن، مردم رو به شوق می آوردن. ها جهه جم جهل جه جهه، این مردها یک به شوق اومده چرخ همین گویا که پریده پریده رقص میکردن. مردم گویا که یک بولیدگی در همون توی با یک بولیدگی خرسندی زیادتر میشد، یک شوق مردم رو زیادتر می آوردن. این سرود رو من اصلا از زبان همون اکای شادی مراد و اکای اشورعلی گرفته ثبت کردم. مثل یک دو تا ربایی با خودمون ایلوه کردیم، کمتر با موسیقیش به طوری حاضر از زمان کردیم و همین. بسیار خوب، بسیار خوب. امیدوارم که آماده اید به سرای ترانه را. البته. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. همه صدقه شوم جنگلی سرگوشه، این دادری میده یکی کم زلفوشه، کم زلفوشه رنگ و برنگ میپوشه. امای نشوم دادر ببین روشه، بای 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 بله. اسپکچه سوار من به تو میگم، اسپکچه سوار من به تو میگم. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. ایوانی بلندی گوشه گردانی اکیم، چای دیگ پوری چای پیاله بر دستی اکیم. حاضر می بیا در رو سکش نازی اکیم، دایره بلند زنیم در توی اکیم. بای 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 بله. اسپکچه سوار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. جامه گلینار من به تو میگم، جامه گلینار من به تو میگم. یک عالم سپاس برای پیشنهاد ترانه، خیلی عالی اجرا کردید و من باور دارم که این شام بیننده های عزیز ما از تماشای برنامه فضا خیلی راحت میبردارن، غذای معنوی میگیرن، از تاریخ و از گذشته و مثلا از سنت نیاگان ما باز آگاهی مییابند، چون واقعا ترانه های هستن که فولکلور هستن، یعنی که از عنعنه های نیاگان و قدیمه ملت کهن تاریخ تاجیک هستند. و تشکر. خب دیگر انسامبل شما با همگان معلوم است که انسامبل فولکلوری اتنوگرافی است، یعنی که کار شما احیای همون ترانه ها و مثلا سرودهایی است که البته زمان پیشتر از یادها رفته، زمان پیشتر مردمی تاجیک مثلا در توی معرکه و در مثلا نمیدونم چورابینی ها روی کار می آوردن، اونها رو شما زنده میکنید. و تا کنون چند ترانه روی کار آوردید و این ترانه هاتون بیشتر در کدام موضوع هستند؟
ما البته ترانه بسیار دم زیاده است، ممکن 40-50 تا سرود ما بوش از سرودهای خلقی که از نام احیا کرده. مثال اسپکچه سوار، بله مرغک به مثلین، مشابه، اشتر بچمن، این سرودهای مثال خلقی بنیاد زیادن که من همه آنها رو البته با دستگیری همین کهنسالان مردم انم قراتاق باری دیگر و از پژوهشگاه فرهنگی من مینداری خود رو به برادر عزیز دلشاد جان رحیم میرسانم، به عبدالفتاح امینوف، به نورعلی میرزاعلیف که من به واسطه همه وقت در هر یک سرود یا که در هر یک برآمد یا که هر چاره‌بینی که دارم من اول سرود رو که انتخاب کردم البته با آنها مصلحت میکنم. در این فستیوال هم باشد که اکا من همین چیز رو انتخاب کردم و همین رو من میسرایم همین با شما همچون متخصص چی میگویید؟ ها پیشنهاد میکنم آنها بعد در من توصیه میدن البته با بله. خب چگونه کمک میرسونن پژوهشگاه فرهنگی؟ در همه سرودهای من در همه برآمدهای ما البته من بار دیگر میگم که به برادر عزیزمون دلشاد جان رحیموف که به نهایت من رو مثال سخنی من رو نمیمونم در زمین، البته راهش رو میگن انمیخه کن، این راه انتخاب کن، اینا علاوه کن. مثال سرودی بازاری قراتاق داره، من مثال این مسئله به نهایت از وی پرسیده هستم عبدالله جان خواسته میگم سرودی بازار به من گفتن که همون چیزی که در بازاری کهنه قراتاق چی بود همون چیزها رو از نو احیا کن، همون چیزها رو پیشکش امروز از نو زنده گردان که مردمی امروزه ما دونن که گذشتگان ما چقدر فرهنگی بوی و رنگین داشتن. ما البته با توصیه آنها من این چیزها رو البته همش رو به جا آوردم کردم. خب تشکر. پذیرایی مردم چگونه است؟ البته من در همین چوره‌بینی های فرهنگی به واسطه در فستیوال آزمون های هم میبینم که نسبت به دیگر سرودها وقتی که انسمبل فولکلوری اتنوگرافی قراتاق برآمد میکند ممکن از جهت همین سر و لباس باشد ممکن از جهت همون رقص و هنرهای مردمی باشد نسبت به دیگر سرودها یک توجهی به نهایت زیاد دارن. البته مردم یک با احساسات همین چیز رو خوش پذیرایی می‌نمایند. خب من همانگونه که مثلا از شما فهمیدم یک کم گمانم کار شما بالای سرود کار کرده هم مثلا دریافتی همون تجهیزات هایی که در همین سرود مثلا زمانی پیش بود مشکل می‌نماید. خب چگونه است برای شما؟ ذوق بالا میشود کار میکنید؟ البته این از همه چی از ذوق میشد. اگر مثال خواهش نباشد این چیز البته پیدا نمیشد. ما البته یک همه هنرمندان خدا به شکر از عهده هنری خودشون میبرن. این شخصانی که در اینجا نشستن در حقیقت اینا بر کسب خود فدایی هستند. این شخصایی که در حقیقت همین کسب خود رو حرمت میکنن، از روی کسب خود از روی هنری خود نان میخورن امروز، همین شخصا در اینجا حضور دارن. خب طور دیدیم دو گل دختر زیبا رو نیز در انسمبلتون اعضا کردید. خب چگونه است با ذوق و با پیشنهاد خودشان و یا اینکه البته ما در همین چاره‌بینی فرهنگی میبینیم که کسانی که رقص میکنن یا که سرود میکنن استعداد خوب دارن، مثلا نطق صحنوی دارن و صحنه‌زیب هستن، ما اونها رو دعوت میکنیم. ما 2 نفر نه ما 6 نفر اشتراکچی داریم که امروز همراه ما در تمام چاره‌بینی اشتراک میکنن، فعالیت میکنن. یعنی که در تربیت نسل جوان هنرمندم دست دارید؟ بله. امروز البته ما به جوانان همین هنرهای مردمی گذشته خود را از نو احیا کرده پیشکش کرده ایستادیم، از نو نشان داده ایستادیم که آنها دانند که گذشتگان ما چقدر عنعنه‌های بوی رنگین داشتن. بله سلامت باشین. تشکر زیاد. ترانه سوم چی نام دارد و این ترانه چگونه اجرایش میشه؟ این ترانه راستیگه این هم درباره همون عروسی قراتاقی بود. وقتی که مثال عروس رو سر و پا میپوشونن و گسیل میکنن بگذار اناکین رو هم بانوان گپ زنن. وقتی که بر توی‌های مردم میرویم با دایره خودمون عروس تیار میکنیم. عروس تیار میکنیم با قطعش با من با دخترچه ها میبیان، با کمپیرهای پیرانسالا هستن، با اونجا سلام نامه خوانی میکنیم، با عروس می فسان میکنیم، با گسیل میکنیم. هم میوه کتین هم میوه با سرود داریم. هر خیلی سرودای میخوانیم. من خودم حاضر در همین انسمبل فولکلور از سال 2004 من فعالیت دارم. من نبیرچه خودم در انسمبل دوتار نوازا، من معلمش نعمت الله و اناره هستم، کار میکنم دوتار نوازا با نویری بچگیم یکیش دایره نواز کار میکند، دایره می نوازد. همین مورا با گوجایی که بینن عزت و حرمت میکنن. سلامت باشن. این بزرگی هنری شما هست. آفرینتون بود. سلامت باشید. سپاسی بی اندازه. تشکر و امیدوارم که آماده ترانه را بسرایید.
بله بله. саломат бошед ва мо ва бинандаҳомо низ омодаем ки таронаи севумро якҷо дар ин шоми зебо бишнавем. ташаккур мегӯем ба шумо барои иҷроиши тарона, барои заҳматҳое ки кашидед барои омода кардани ин таронаҳо ва алҳол ҳамчун армағони шомгоҳӣ барои бинандаҳои ниҳоят азизи мо тӯҳфа намудед. дар мавриди таронаи чаҳорум беҳед суҳбат мекунем ки таронаи чаҳоруматон чӣ ном дорад? дар ин тарона шумо чӣ навгонӣ доред? бинандаи мо аз хондани таронаи чаҳоруми шумо чиро интизор бошад? таронаи чаҳоруми мо ин таронаи як дарбораи як хола гӯё ки қисса мекунад. ин ҳам ҳаҷв аст, ҳам мисол фолклор аст. мо ин чизро гирифтем каме ба таври замонавӣ ҳозир омехта кардем. ба гӯё ки мо холая як буз дорем, буза мебурем мефурӯшем, аз ҳамин маблағи буз мо омада як тӯй мекунем, холая ба шавҳар медиҳем. гӯё ки ҳамихел мана бародари азиму акои зулфиқорҷон ин чиз ба бисёр вай кардан, таваҷҷӯҳи зиёд кардан. ҳамин сурудро ҳамроҳи акои зулфиқор мо банду басгузорӣ кардему, рости гап ҳамроҳи ансамбл сароидем. хуб, дар суруд суханҳои шумо ҳам ҳаст ба гумонам? бале, мо ҳам ҳамин гап мезанем ҳамроҳи акои зулфиқор каме ҳаҷв карда барои ҳамон боз ҳам диққат ҷалб кунанду як беҳтар шудани ҳамин суруд мо каме ҳамин кор кардем. бале, бисёр кори хуб. дар мавриди нақшаҳое ки дар пеш доред чӣ гуфта метавонед? чӣ тасмимҳои навин доред барои масалан рушди ҳунари ансамблатон, барои боз ҳам қадамҳои устувор гузоштан барои ба пеш рафтан? ман аввалан миннатдории худамро, миннатдории ҳамин ансамблро ба пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон мерасонам ки он кас баранами чӣ таваҷҷӯҳ карда ҳунарҳои мардумиро аз нав эҳё намуданд. имрӯз шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ҳамин сулҳу ваҳдат мекунем ки дар ин диёри гулгулшукуфони мо имрӯз ҳама озод аст. мо албатта бисёртар
نقشه‌ای در پیش داریم که برنامه‌ای بسیار جالب پیشنهاد نموده، نه فقط در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان. مثال ما این نقشه خود ما رو داریم، نصیب باشد سمرقند و بخارا ما یک برنامه کنسرتی خوب آماده نموده ایستادیم، نصیب باشد در ماه‌های آینده ممکن ما کوشش میکنیم بعد از استقلالیت اگر امکانیت شد ما همین سمرقند و بخارا رفته یک برنامه خوب و رنگین با نام عروسی قرطاقی ما پیشکشی تماشابینان گردانیم. تشکر. ما برای رشد هنرتون، برای جامعه عمل پوشیدن نقشه هایتون برار تمنا میکنیم به همه شما و با امید اونه که آخرین صحبت ما سر این سفره نباشه. باز با ترانه های زیبا، با سخن های جالب سرودخوانی کنیم، صحبت کنیم و طبع بیننده رو بالیده گردانیم. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر. و بیننده های عزیز، همین چند لحظه که من و ما با شما بودیم خیلی شاد هستیم، زیرا که با شما بودن برای ما قوت میبخشد و همه همین زحمت ها و تلاش هایی که ما گروه ایجادی هنرمندان میکشیم به خاطر اون است که یک کمی طبع شما رو بالیده گردانیم. اینجا رسیدیم به انجام نشر این شبینه برنامه فضای تلویزیونی سفینه. برای رو برکت در روزگارتون. تا دیدار نوبتی ترانه انجامی را اجرا میکنند گروه آوازخوانان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قرطاق. خیر عزیزان. های کنی اکوی سلفیقار جان. لبی لبی. اوی مسئولیت ها چی شد اکا؟ نپرسه خاله راضی. آفرین آفرین. یک ایلاش کرده خاله راضی کننده. بهترین کار شده است. البته با یک خورسندی. خیر رفته بازار یک بوزی کلان برای توی خاله خریده آوردیم، نصیب باشد توی. نباشد همه توی به خبر کنی. و مرحمت به توی خاله ما. کنی اکوی سلفیقار جان. پیشکاره بینید پیشکاره. پیشکاره دیده شیم همه آینه خاله کنی آخی. چشمانی دوزماله کم آینه چی دستی خاله کم چشمانی دوزماله کم آینه چی دستی خاله کم از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده شاختی بزخاله کم داستانی شوی خاله کم شاختی بزخاله کم داستانی شوی خاله کم از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده کشمایی بزخاله کم کشمایی بزخاله کم تفشوی توی خاله کم از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده از دولتی بزخاله خاله من مشهور داده کلای
آفرین آینش تو یافته بردیم و همین صندوق خالتون کمی آخی عشقمی بزمالکم صدق توی خالکم عشقمی بزمالکم صدق توی خالکم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم پای پای بزمالکم ناپری دستی خالکم پای پای بزمالکم ناپری دستی خالکم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم پستکی بزغالکم نمتی توی خالکم پستکی بزمالکم نمتی توی خالکم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم از دولتی بزمالم خالم مشهور دانم خواهی کنی اکوی زلفیقار جان اکو یک دعا میتید باقی مانده توی در خانه ما. خود چه خیر دعا ای. و آینش کو بردیم خواهی صندوق شبور چورپای کنی. صندوق هاش بردیم و همین جارو به خاله کنی آخی ای. دولتی بزمالکم